گفتم ماشین برقی نه خرابی ها. شارژ تموم کرده میخواد بوکسلش کنه. اگه الان بنزینی بود 2 تا 4 لیتر دستت بود از مردم 2 لیتر بنزین میگرفتی راهتو میرفتی. نه آقا میخوام شارژش کنم. میخوام با همین کابل ماشینو شارژ کنم. داداش سر کارمون نذار، مگه میشه؟ مگه داریم؟ آره آقا، هم میشه هم داریم. این حرکتی که دارم میزنم تو خود تسلا هم قفله. وقتی که شروع به بوکسل کردن کردیم توان پیمایش من 372 کیلومتر بود. تا حالا کسی اقدام به همچین کاری نکرده بود و اولش یه مقداری من خودم هم به این قضیه شک داشتم. نتیجهش واقعا شگفت انگیز بود. مثل این بود که خودمو به یه فست شارژر زدم و دارم ماشینمو شارژ میکنم. تقریبا 1 کیلومتر بوکسل کردم ولی هول و هوش 4-5 کیلومتر به پیمایش من اضافه شد. با یه بوکسل ساده داشتم 35 آمپر تا 40 آمپر خودرومو داشتم مستقیم شارژ میکردم. در واقع من داشتم یه سرازیری رو شبیه سازی میکردم، چون خودروهای برقی تو سرازیری وقتی پاتون از روی گاز برمی‌دارین خودش شارژ میشه، یعنی انرژی حرکتی تبدیل به انرژی الکتریکی میشه. برای شارژ گرفتن حتما باید دندتون رو حالت درایو باشه.